بگو. آفرین شما. دنیا خانم تاج الملوک. شما حدیث چه اسمای قشنگی انتخاب کردن برای بچه ها. شما آتینا. اسم خواهرزاده منم حدیث. خب اینا چی؟ آقا کپی نمیرن هم دیگه بچه ها رو تماشا کنن. حالا کپی ها دیگه رو حداقل اونجا بقیه رو میشه که ماشاءالله جفتش ما از بله ماشاءالله همین الان تو کارتون باز کردن. اسم شما چیه؟ آیدا. آیدا روم سیبلات در من دارم. شما اسم چیه؟ اسم این چیه آیدا؟ حالا که حرف نمیزنم حالا هم که دیگه من تذکار میزنیم. مطمئن آیدایی؟ پس آیدا به توان 2. خیلی ممنون. خیلی خوبه دخترای قشنگ من. همه رو به نگاه کنید. یه مسابقه خوشگل میخوام براتون بذارم. اول از همه این دختر قشنگم که اومد نقل اول بالا اومد فرزانه خانوم. خوب دقت کن. کلاس چندم هستی عمو؟ 5. تو منو دیدی تا بها؟ بله. کجا دیدی دخترم؟ چی کار میکردم اینجا؟ رازه بما بودم. از اون قسمتی بوده که این جانداری که میبینی در باطلا زندگی میکنه. درسته؟ آره؟ خب مسابقه شروع شد. دخترم جلوی کنم یک سوال میکنم. کلاس 5 هستی باید بلد باشی چون همه بچه ایرانی باهوشن، همه‌شون هم زرنگ هستن. دختر قشنگی من به نمایندگی از همه دختر کلاس 5 سوال منو جواب میده و بعد میره سراغ حرف من. آماده ای؟ به من بگو ببینم دختر کلاس 5 خوب دقت کن. توانا بود هر که دانا بود ز دانش دلگیر برنا بود یعنی چی؟ اگه گفتی سخته؟ جدی متشکرم. خب دیگه بفرمایید. آقا یه چیزی گفتم دیگه همه دارن اشتباه شد. موجن اشتباه می‌کنی نه نگفته مادر شوهر رو می‌دونه. خب دختر قشنگ خوب به یه سوال دیگه پرسم. 5 دیگه این که آسونه دیگه. معجزه من نگاه کن عموجون. معجزه پیامبر بوده. خیلی هم آسونه. آخرین پیامبر اسلام معجزش اون بوده بین ما مونده. آفرین همه من تمام من نگاه کن. این من نگاه کن مدرم من نگاه کن. معجزه پیامبر بوده. یک کتاب آسمانی برای من برای شما. آفرین میخونی؟ کوچکترین سوره قرآن میدونی اسمش چیه؟ اسم دخترام هست. کوچکترین سوره قرآن ها که در اولش کو؟ آفرین دست شما از آفرین اولین برنده. آفرین دست شما درد نکنه. دخترم خیلی ممنون. متشکرم. دست شما از درد باید کلایی بود. مریم به من بگو ببینم درست گفتم. ملیکا خوب دقت کن. آماده یه جمله میگم 3 مرتبه باید بگی. خب 3 مرتبه بگو من گلم گل منم. تون من گلم بگو عزیزم داشت میگو من گلم لابد منم منگلم. درسته؟ تون بگو من گلم گل منم. من گلم گل منم. تون من گلم من چیم خارم؟ من گلم گل منم. من گلم گل منم. من گلم گل منم. تون بگو دخترم بفهم بجو. من گل منم. خواهی بگی من گل منم. اول سر بگی من گل منم. من گلم گل منم. من گلم گل منم. من گلم گل منم. بگو گل بسترم. بگو در تک دخترم. من گلم تو همیشه گلی. اسم 2 تا گل رو بگو. گله 2 تا گل بگو. تا 2 گل دیدی که بره تو منایی دست گل رو بگو. گل مصنوعی گل طبیعی. گل لاله گل مریم میمون. خیلی ممنون.
رو بدین. آمادی عزیزم؟ تو چند سالته عزیزم؟ چند سالم؟ آفرین. زبان ایرانی و فارسی خوب بلدی مگه نه؟ آفرین. شما 3 مرتبه بگو قوری گل قرمزی. قوری گل قرمزی. ببینید چیکار میکنه. بگو. گل قرمزی. الهی ببینه قرمه سبزی میخواد. قوری گل قرمزی بگو. گلی قرمزی. یه آسون‌تر میگم. بگو نمک پاش گلاب پاش. نمک پاش گلاب پاش. تون بگو. گرم. تو اینم بود. نمک پاش گلاب پاش مواظب باش. بگو. نمک پاش گلاب پاش مواظب باش. آفرین. یه زبان من در آورده. زبان مرتبه. این بوده. این چه میاد دخترم؟ به همون نگاه کن. بلندی خوشگلم صحبت کنی؟ بله. آفرین. که رو چندمی دخترم؟ 1 میری؟ آفرین. باری کرد. آفرین. خب این دختر قشنگه. من این جمله همون کننده میگه 3 مرتبه بگو قشنگ. قوری گلی قوری گلی تون تون. گلی گلی. این از این کلمات بلند نیستی؟ همونش میکنه. قوری گلی قوری گلی. بگو. گوری گلی گوری گلی. قوری گلی قوری دلی. قوری گلی قوری گلی. بگو. گوری گلی گوری گلی. تون بگو. گوری گلی گوری گلی. کم خانم باشه. از این سری شویی بود. این دختر خوشگل اسمش فاطمه. فاطمه دختر خیلی خوبیه. بلدی عموشون بگی؟ آفرین. تو بگو 3 مرتبه. بگو من گلم گل منم تون. خیلی دخترم عزیزم وقتی از سر من گل خیلی این همونی که اول از دارم میترمی خسارت بگیشی. قربونش برم. من گلم گل منم تون بگو. کی دلت بگو باری کرد. سلام ننه. بگو من گلم گل منم تون. من گلم چی من گنده هم نه. من گلم گل منم تون. آفرین. آماده دخترم. ببینم دختر قشنگ من این جمله منو میتونه ترجمه کنه به عربی که مطمئنم بلده. میگه به نام خداوند بخشنده و مهربان. عربیش چی میشه؟ عربیش خیلی آسونه. ببین به نام خداوند بخشنده و مهربان. هر روز میگه اول نمازم میگی چی؟ نمازش چی میکنه اولش؟ با خب بگو. خب معنیش چی میشه؟ به نام همین شد دیگه. خیلی آسون بود. من فارسیشو گفتم. دست شما در نگو. دست مرتب شما معنی فارسی این چیزی که من میگم بگو. میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. معنی فارسیش یعنی چی؟ خیلی آسونه. درود بر سلام و درود بر پیغمبر ما حضرت محمد و خاندان مطهر. یا گرفتی؟ یه بار بگو. یعنی سلام و درود بر محمد و خاندان او. بگو. درود بر محمد و خاندان او. خاندان او. باریکلا. اسم چی بود؟ اما حدیث درسته؟ اینو یادگاری از من پیشت بمونه. خب از جمع که رفتم حتما تو ذهنت بمونه باشه. پس معنی اللهم صل علی محمد و آل محمد چی میشه؟ درود بر محمد و خاندان دست ما مطمئن آماده این 3 مرتبه که من گلم گل منم تون. گل منم بله منم خود
خب همه برم پایین که تو فرقا رو بشی قربونت برم خودت حضرت بشم. شما هم برو پایین عزیزم، من با این 2 نفر کار دارم. ماشاءالله این دوتا جاری میمونن. نگاهشون کن با مزارت ببینم عزیزم. ماشاءالله اینو ببین، خدا برات نگه داره. آیدا، شما آیدایی؟ بگو من گلم. بگو